نجات بدید اما در وقت دراز به خداوند بیده روی که خداوند بدید و بار نجات بدید و سوزده بار اجازی امیر المومنین میر اعظم آن شهی بازار دین اگر نه فکر که دیده صفت زکنومی در شان مرتضی علی امام اولین روزگار ماش نالی که همیر مومنان دی کم تمام مومنت تمام مردان دنیا تسا همیر یگانه دنیا تا آخرت که امام روزگار دی ماش باده میشه در فرمان به ثابت قدم بیا او یقل حول شاه سواری لب کشف شهر غرانی بیابانی نجف یوی که خداوند ده خیید قصه دراز ده بیابان نجف اند سرنگ ضد دشمنی کرد یوی که خدای که مرتضی علی ده نالوار داد بازر به خود تمام عالم ارا از تمام نیسته نجات داد یوی که امام روزگاری که مولای ده تمام استاد نفسی دنیا بمیدست ابن همی ماروی وزها جانشینی سوره قل نما سوره قل نمات و زها اندیر مثل درباره نور مبارک صفات کرد نه که امام روزگاری که مرتضی علی دی و نور مبارک همیشه قائم تا دائم سن یک دی سوره نه مثل دیدی که نور دی نور بیزوال تا هیچ نیست نابود نشد آیت الله قدرتی پروردگار قدرت الله جای لیلا نهار یه دیگه قدرت پروردگار دی تمام تاریخ قصه خیج دوی فقط واردادی که به امام روزگار دلدل اسبی که یه دونه ورج واردو بسین تو به دلدل بود یا یگانه شخص بودی که ضرب زلفقار چه واردو بر هم چی داد نور چاده که نالوین لخکران دی حضرت مرتضی اندیس که آدم نبودی که زلفقار برداشته این از جهت یک معنای تمثیلات از جهت حقیقت سواری یعنی امام روزگار اندیس که قوت ده هیچ حرکت به قوت و جیبتو نواردی شم ایوانی جلالش آفتاب عکس نور زلفقارش ماعتاب ماش نور نظر سکن همک ممروز روشن دیر که خیری از خود روز روکن کرد یا شب ماشتن اختیام مست از خود یکم شب تاریک روکن کرد دانی نه فقط ذره از نور مبارک به یک دانه اگر ستارهین بزرگ دیده زمین تا آسمون گرم کنین روشن سکنین ماش دوام بغیر از دی غلا ستاره نیست حتی کیدن دیر لودت ماش فوق تاریخ تو کلام فهم میده نه دان یه ذره از نور مبارک امام روزگار زلفقارش اجد آدم از غلاف گر برون آرد بسوزد کوی قاف اما ماش تاریخ که تم فقط فهم سر بلندترین کوی قاف ده نه لیکا اجده از در سلف هم نور خط وزنای دیکار و زلفقار نه از وقت از خغلاف هم سز واس تمام عالم نیست نابود شد یه از قدرت مرتضی علی لب ده بین دست که قدرت ده و همسال یه چه تنه وردید و قدرت فریب توب یا چای نوارده به قدرت جواب داغ چیدو و به قدرت به هنایت تا این نور پاکده میاس ماش لک مبارو دلدلت چون برق لامی در مساف کوی قاف آرد برون از نون و کاف از نونت کافند امر کن قطعی نالم هم حالم پیدا شد دیگه خداوند دیگه وقت دیگه تیزی به ناله فرنگ دل اسپوت نالیکا تلوین بود پوت سوار شد سر تیزترین ورج زندگی دی نور بم جنو ورج هجت پیدا نشد یکی امام روزگار ناله فکر یا وردی به تنظیم خودت در آورد ای قاف تا قافی مدور گر جلیس عطف دامان از میدانی علیس از مشرق تا به مغرب یا از تمام امام حالم کن قد سلف پیدا شو قد پیدا ممتد شد میگه نال قدرت توان نور مبارک اندن عرفتش لا سیف تاج لا فتا سوره و شمس نور عطا سوره شمس سوره حلتا اندیر مثل صفات حضرت مرتضی علی که تا در تاریخ مثل نام مرتضی علی با کلام لافتا باقی مید
نال نیست مرد مانند علی و نیست شمشیر جز شمشیر علی. یک دن نوت حضرت مرتضی علی باقی رید ممدونیو آیا های یافته در شانش نزول، جبرائیل آورده از باری رسول. نال هر آیین حضرت جبرائیل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرتبه واد فقط در شان مرتضی علی و این فقط نور پاک امام روزگار تعریف شد. واد فقط وقتی که نور ده یا نور از دنیا تا آخرت وقت خو رست خواهد شد تا ورتنسو ایده نور مبارک تعریف این چه. حضرت مولانا سلطان محمد شاه مثل فرامین مبارکند. نال امامان در هر شکل در هر جسم یدین تی نوم دیگر زین سوله نگجیسین، اما نور نال نور شم یکی است که نور ده یا نور موقع مانده تا هیچ وقت یا نور ده یا بیزوال نور تا شد تا اور نسید اول تا آخر بنیست. تاج بخشاینده علمی قدیم، تاج بسم الله و رحمان الرحیم. یون علی کن نور دی که توج بر سر تمام موجودات قدیمات سواد یا بسم الله الرحمن الرحیم و توج سا و سرپوش نالی که دی یا نور مبارک مولا، یعنی تمام موجودات دستگاه دنیا نست ده یا از نور مبارک پیدا نسود. و یک محمد از زمین تا آسمان، جان عالم جسمی اوست جان. یون علی دست که محمد نال یا امام عالم امام جون یک قرآن کریم انت مثل ده نال اگر همام روزگار یه دقیقه هم عالم تتسنوید یکم تمام عالم فقط زیر زبر سو نیستت نابود سو. یوم از نال دست که تمام موجودات تمام استیک به نور مبارک وابسته. اگر که نور خداونده نور امام تنوید هیچ وقت آدم در روز زمین نبوده. چرا افروزی حیاتی کائنات، کودک آموزی علوم ممکنات. یون علی دست که خداوند ده یکی نور مبارک ده تمام ده که کودک از روز از بطن مادر دید تا بایا فریب تا قطاز ممدنیا تیدا ویست یکی کلامت کتاب فقط نازل تسیدت نمیشه تسیدت که قدرت توانه حلمت دانش میسوده من داکشوزی تسید از نور مبارک بسید. نازلی ای خداوندی جلیل، خاصه شاگردش جنابی جبرائیل. ورا فقط اماش تاریخ که جت فهم آمده حضرت محمد در عالم ساعت حضرت جبرائیل وای بربود. ادکت صاحب گفتار تسلیم نالی که حضرت جبرائیل مش شاگردی که به نور مبارک. اگه ایکن نور مبارک سنوش فرشته ای نمیست روی عالم تنویس خلاصه به موجودات بتای چیزات ستو نوارده. های قبضه ای غلطافه صلی العالمین، خرگاهی الطافه را اب المدین. بندهی گلچهرهی بستانه، طفل از طفلی دبیرستانه. ای خوشم باری که دارد از شرف، شارده جوهر بابد نینو صدف. یوی که خداوند دی تلف نال تمام دبستان دیدی کم دنیا خوبت حضرت مولانا سلطان محمد شاه تلف نال کم دنیا خوبت مکتب آدم اکید اقدام در بیت دیر مس اکید ارو فرامین مبارک حضرت مولانا سلطان محمد شاه چده نال کم آدم خوب کم دنیا خوبت یه مکتب آدمی که من مکتب سایت شو بود شوی ادوین یه مولن یا معلم صادق حضرت امام هر چیز که حضرت امام تلف ماش بود من دنیاتی به مکتب شویم خو بده با ماش راهنمایی کشته دی تربیت آخرت از کودکند از خرد و بزرگ تنالا فقط به علم شو یکو علم ادبت امانت پاکیزگریت توزگری خو از من دنیاتی دیده قوتی اسلام خیر المرسلین اعظم و اکرم امیر المومنین یونال بزرگت یا بخشندهت یا حمیر جمله مومنان ایکوی امام روزگار فکران ایده ایده در شان و سال تمام قدرتت توان وندتا ام عالمت ام محلمت ام رو صاحبت ام رو پیشوا ایکوی امام روزگار بود روزی با همه جا و جلال
متفق با کودکانی خردسال. از سرت سودای و حضرت امیرالمومنین مرتضی حلی نقل که یه روز نالیدست که سر به ود دیو کودکین خردسال خطه نوس خود در صوبت شد. آمویتی بر علمی افتخار ظاهران بودیست به سنی 3 و 4. یکو حضرت امام نور مبارک خطه نالسر دماشی جد مثل ده حضرت مولانا سلطان مشو فرمونم مثال بود در جسمی و در زلکی خوکی غلا خوکی نال یه روز نالت در سن 3-4 سالگی کودکین خطه نمایون خود شد. آی ناگهانه در کوچه اندر ره گذار خواجه خضری پیامبر شد دچار. نال یک ده خطیر با سن 3-4 ساله سوار ساله تی و خوبید خوباد کوچه بتود تا خد دیگه تا زیتری خوب بس مبیده در توج کن ارو درو نال شد خوباد خواجه خضر سلف دیو ارو جو بدونه نال یک خطیر دچار شد. یکی سر ده ماش قونی دو سرت زندگان ده حضرت مولود فنا چیزی نبینم ده ید معجزات سلف. آمویتی بار علمی افتخار زائرم بودی به سنی 3 و 4. ای شد محلق چون ملک پاتا بسر بار سیری شاه سراپا شد نظر. ناگهان نازلی ای کلام گفته با خضر پیامبر السلام. خواجه از ایدر چو بشنید این خطاب از رای تعظیم فرموده جواب. ناله به شکل کودک خودشود خود روی گذر به توده تا حضرت خضر پیدا شد. و ناله خواجه خضر دیر با هدف تک سلام شد کودک دیگر که 3-4 ساله خواجه خضر ناله تعظیم شد خب بعد جواب سلام برده. گفته ای کودک مرا چون دیده‌ای زان که من پنهانم از اردیده‌ای. یه بار جواب سر چه سیت ناله ایده خی خواجه خضر رسول ناله وزم خی پنهان است فقط دیده مت هر چه ادمین تو نواردید اتو سرانگاچ کودک ده توت موین تو واردو. شای مردان آگه از عرایب بود چون ز خواجه لفظ کودک را شنود. زان به جوش آمد سراپا شد زبان گفته ای خواجه مرا کودک مخوان. زان که من از قدرتی پروردگار می نمایم درد عالمی افتخار. یکو بعد که کودک حضرت مرتضی حلی 4 ساله از خب بعد بر سلام شد اولی که خواجه خضر چلو ناله وزم از فوقت پنهون موی چه ادمین تو نواردید تو سرگ موین. بعد حضرت مرتضی حلی که کودک لو ناله ده وزم دست که کودک ده موند کم سر دنیا تو آخرت فقط مرمالم وز فهم اومده تو خواجه خضر تو زم تو بینت تا وز واردیم گه. بعض رنگ رو حضرت مولا فرامین مبارک انداز چلو تمام هر چیز مشکلی انسان یا هر چیز است تمام مشکل است پروسس از فوق چیز خبردار یعنی دست که سر نیست ده یه نور مبارک و نفهم که کودک مثل نال مر فوق چیز آیت تای وس فوق فهم گرد گشت و راه گشتی یاله های نور حق خورشید یمرانی منم ای شهر دل زرقام یزدانی منم
ای نازلی حیات قرآنی منم ای نوفلک را در هزل بانی منم خانزادی خالقی اکبر منم ای جسم جان روی پیغمبر منم یکی ایدن دیر دگوه در آید افسونه نیست یا اید روایت نیست تا ایت بزرگی هموم ماشر لید یکی دودن باید شناخت هموم خوله دیست که ما فهمتیده ماش هموم مرا با شکل چنانومین در جسم یکی ایدن دی مرتضی حلی خزبان مبارک خطی هوای دو چود نال یکمی که دیده تود نال چلی وین تود سکت شیر خودو یکی تمام علم و مدوست وزم ناله دویم ویز مثل رحمت خدا مثل تو کره یو مثل نال وز نال تو دیده دویم فهمیده قرهان سراسر تعلیف نور چکیک یا قرهان نوزل چه وزم ناله که شخصیت ده از مندی کم دنیا تو آخرت فقط پیدا که از نور مبارک من سجتا وزم هم دنیا تو آخرت صاحب کنم یعنی تو دیگه کودک ما فهم وز در شکل کودک دیدم یا نور عالم ظاهر خط موسفید حضرت مولود دیگر خط نال ما چیز تو یک چه سده نور مبارک ما از فقط بولو تا یا از فوق چیزات خبر دون نیک ماش که نامش بنده این یا بد ماش تا که نامو فوق شفان ای نقطه سازی عرصه مشهر منم ساقی مجموع در محشر منم دمد نال فوق وقت ماش دنیوت خوش دیرم میکسوی دلو و روز محشر نال روز محشر هم موی چیز خوش نیست دون جات گم روز محشر اندو مثل سوی بوزا تا پرسو پوست مثل کوس کنم اگر نال تمن امید تر بیک سبد چلو وین او بکوسر من دتا گم بیختن تا یگوی بیختی نردا که یمن دو مثل نال سوی بکوس یعنی مقصدی که از دیگه بده اگر من دنیوت اتمن غخت وز و آخرت هم استفامو اتو من دنیوت مفرمو نچت نخ کاری خو نزایز خو هم دنیوت مشکر مرامت یوت تو رو نفرود ها در حریم خاص اقمار منم رانمایی حضرت آدم منم ماش نور حضرت مرتضی حلی فهمم نور مبارک لی و مسول 632 هم به امامت نوستد نال تو یک دفعه میده حضرت آدم اولین پیغمبر در روی عالم ساعتی که تمام مسوزود ویو مسوز را بر چود ات مارم نال به شکل یک وی دوزم چوش خو پنهون خوی چه از گامو نوین ادوزم فوق وقت وای دو تو مو نوینه تو استما فوق بنو میده چای از مرید یا مبنده چیل کی خاص اقمار منم رانمای حضرت آدم منم بر جمعه انبیا عالم منم سوی بیشم شیر اجدردار منم یک تمام پیغمبرین نال در روی عالم سایت تمام امامین سایت مرتضی حلی نور مبارک نال ویفم ویرا بر بود یکون علی دست ضرب ذوالفقار خطی تمام کومس پورات چوده تا فکین رو تر دین مستدید نال وام سویب مسکوس یعنی من دنیوت دسکا نیست ده یا اسمان ده نیست یا وز بسویب نبی نوفلک قصر گلستانی من است اختران گل میخ ایوانی من است یکی نو طبق زمین تا اسمون نال چلو بینت که دیدن ستاره اینسا دادیم زنال فقط مفرمونن اما یه چیز اندو چلو درو سعدی بزرگ چلو دبر باد و ما و خورشید فلک در کورن تا تنان بکفاری و بغفلت نخوری همه حزبار تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری یک داد تمام روی زمین اخترت پرندایت چرندایت زمینت و اسمونسا دادیم فقط فرمان آدمند ات آدم فرمان مولود نال داد فقط تو خدمت کنی خود چیز دادا تو چی در خو مولود فرمان نزد ای صبح صادق روی خندانی من است نور او عکسی زنخدانی من است ماش کتنکینین از وقتت لولودین صبح صادق خوب بر وقتن دیدید خو خونموز کنید توحت و عبادت نالکنین تمام فرشتین آسمانت دوها تمرکنین یکی دن دیدم از زبان مبارک حضرت مرتضی حلی لوف دده نال وزم صبح صادق همس بیدور ارچای رو به درگاه متسکتت در ذکر توحت عبادت سا وز بر برکت دا کن به دوها مستجاب کنم ارچای ترخود سا وزم مس نسبت به ترخود
در دو عالم دور از دوری من است طرع گردونه طرع از دوری من است ایکا گپ نالی کس بروزن اولم سبودت اودم سبود فقط در فرمون مو بودت تو قیامت ایچ کمند دوره سبول جواب بسیار دیامند مسوی بوز خواجه الفاظ چون دری سمین مستمی از حضرتی سلطان دین حوالی تو حوالی ور حوالی آخری تو آخری آخری خوجای خضر اسب نقوشت خود بعد فقط بگاپه نقوش فهمت خود بعد نالتو تکوید اولت تویت آخرت تویت زویرت تویت بوتینت تو هر چیز مموله من ست تویت پنو از توی چیزت نبود تا بعد است تو تمیز ماشت فقط تعمد که نور مبارک تریست اگر به اندازی بروی خود نقاب در حضورت بینم و اندر حجاب گفته ای افسوسمانی پیچ تاب نزد من از جایی همچون حباب در نظر دارم تا بقای زمین چون رکاب دلدلی خود زیر زین اینکه تمام نو طبق زمین تو اسمون سلف فکت فلک خو هر چیز داره فقط در زیر رکاب ما دیگه دنیا تو هیچ چیزت نیست ده یا بیرون از نور مبارک ده ای رو بگردانید شما این سجان کرد خواجه زورقی خود باد باد شد خرامان خواجه در مشرق زمین دیده بر پایی ستاده شاهدین نه خواجه خزدی که من خوب تماشا و شخو فهم تا قینت هست بسر آشکاست تا حضرت امام مرتضی علی خو پیز گردین تا از خواجه خزد سواره خو زوره خو کشتید سوارست خو بو تر مشک زمین توی ایکا من تا چیز سر بین تیم از نال نواز خو کشتید خواب وای تماشا چود ایکو سلطان دین ایکو مرتضی علی وای که من مثل آشکار تقواز ای با هزاران حضرت و ناموس نام با هزاران عزت و ناموس نام السلام ای خواجه خضر السلام یه نواز خو کشتید خواب خوی کشود دکوی دسر تاج که نوین بو ترر جوتسه سو ترو نال بو ترم سو ترو نو مشرق زمین مسخافت بو کو کودکت خو وای بو تعظیم درود بالا سلام علیکم با هزاران عزت ناموس نام وال خندان کرده فرموده سلام گفت شاه این زمان باری دیگر گر مرا یا بی هنر باشد هنر نالا هی پودشوی حولم دین ده تو یک برگه اگر متصوریه نده دیدوند متصف کود وسط یک برگه تصوریه مت فهمم ده تون دیکت هنرت کت قدرت توان قونت بودش ای میرم ازم سر معبودی و دود دیده ای عقبی به بست و برکشود ای شد خرامان خواجه در مغرب زمین دیده بر پایی ستاده شاهدین دیدم من تو گاز بده دیده که یک برگه خود سیمه 20 سال ونجو جو انک بازه که یک برگه تا متصوری وس فهمتم قدرت توان است حضرت مرتضی علی خود سیمه 20 یا توی یک برگه خود سیمه دید شو خواجه خضر مغرب زمین فریب چوفت ده سلطان دین حضرت مولا وای کمن ای با هزاران عزت ناموس و نام گوارشان کرده فرموده سلام
از صدف پس گوهری ناسفت سفت چهره گل ارغوانی کرده گفت ای گفت شاه این زمان باری دیگر گر مرا یابی هنر باشد هنر دید ماشر فقط لب نخو خوجه خضر از نور مبارک بی خبر اد ماشر تلو دیده همام روزگار فقط وقت ماشقته یه فرامین دیر از رت مولود تلو نال هر وقت خونمو سکویت خوب و دقت خویت تا یک دفعه میتید تما چقت گاب دیده چقت نقل کنی اگر تما نال متصا نوینید یک دفعه میتوز فقط وقت تما بینید یک بینموز تما بدرگاه بود سکویت طلب سکیدش فقط وقت تما بینم یکو خوجه خضر مس اقلونت بویده سر ماشر دوشکور چودده از نور مبارک مولود در عالم حقیقت تری جور چیستو نبود هر گنوت سکنم هر خطوت سکنم یو ماش پرودن دیر یو از ولود دنال یک برگ کو جوی خوکنمت یس یک برگ کو وریو یکی دقل معجزات که اقلون برید و نه برید ده نرنگ ماش تله و میکور بد کنم خله و موی بغیر شاهد نمی هر چای منوی حضرت مولود وین تودن امیر اعظم سر معبودی و دود دیده ای عقبی ببست و برکشود شد خرامان خاجر تحتی جنوب شد سمندی برق سیدش نالکو کوی قاف ظلمتی دریای و دشت از سرادق آی مستوری گذشت من توفقای خوجه خضر نال خوت سوار شد به برج خوت بود خود نال جموده ایدش تیز ماسمه دنیا زوید تر جنوب بدنال هر سن کوی قوفت پشتایت هر چون دارد دنیا سود از فقط نگرد خود تر جنوب طرف شد هر چون با مقصودی مرادی خود رسید روی تختی شاعر را بنشسته دید تخت نوری بود خوش آراسته دوره و گل آی الوان کاشته نالیت خوی که من دیر با خواب جنوب اندیر خود تماشا چوده ده یا من نالیت تخت از نور اندیر سوخته است نه تمام گلت گل زورگ به تخت یه هندلیبان خوش آن نغمه ساز جمله با گل عشق باز و عشق باز ناله وین تیگوام تخت گردک خوبت فهمیدید ناله دست خوش روی تا فقط گلت گل زورت که تمام هندلیبت بلبلت هر چیز پرندات چرندات سناله ایگوام گردک هر چای فوق زبون قطع ذکرتا سرود خونه کی گشت خندان شای فرمودین کلام السلام ای خواجه خضر السلام ایگوام تختی مستماشات سچودت که تخت دن دورستات سویس که تمام پرندات چرندات تمام گلت گلزور در خدمت ومسه ایکم استخت حضرت مرتضی علی بود تماشات چودده یک از وان تختی که کودک 4 ساله حضرت مرتضی علی بود و سلام برچه و خواجه خضر ناره سلام برچه نزد سیف الله پنهانی شوی مغرب شتابا می شوی جسم از جان که گریزا می شود جان نباشد جسم ویران می شود ایکو کودک دلو ناله تو تشه چرا هر چون در شرق خو در شمال خو در جنوب خو در هر جوته ساوه به هر جوته فراپنال توی دفهمیده هیچ دوم جسم تا به جونت زندگی چی دوم نباردید یعنی تمام جسم و تمام موجودات روی عالم زنده هستن این دوم جونی که و سنه بیم سنگ تو روی دنیات زنده بید از موت یعنی تری جور سیسته و نبود که یه جاب آرد یه جاب از بطراب در کجا پنهان شوی از آفتاب بله از بصارت چشم که دوری کند
به بصارت چشم کوری کند. ناله به معنای باطینه قیل نگاه سکنه که امام روزگار ماش تیم نورت ماش حقلت ماش خردت ماش گوشت ماش تمام توانایه یکی ده نور مبارک یکی روح ماش بدنسه یکی روح ماش بدن اندید سنه بین ماش هم نیست یکی روح با اطاعت یک نور مبارک حضرت مولا ماش رمان دنیا خورد فقط در کور بجده ماش مولا هر چیز سلک یک بیت ماش رفتور کنه. تو را از کسوت لب و قلم قد سرواسای خود کردی حلم. بر رخش مانند قرصی آفتاب بسته از یک تار موی خود تناب. خواجه فرخنده عالی تبار با همه مستور گشتی سبار. می شوم این لحظه من اندر اجاب تو به هر جایی مرا خواهی بیاب. از حضور خضر را مستور شد برقصانه از پیش چشمش دور شد. من تو ناله دیست که برای وقتی ده از خواجه خضر لود ناله یست را وش من تو خود جوی کنم تا تو تماشا که خوش بعد نشستم تو تمابری یا نه بعد از بیت سیم پرودن دی مال جو نال چش کاره خب بعد در جو مخوک سکنه بره دو بدش چه برم. ای گفته دردا یا حالی صدهای ها رفته یو حالی مرا کردی تبا. گاه در تفتیش گاه در جستجوی یا حالی گویان گهی در گفتگوی. یا بعد کس بید خود سیم یه چه از مرتضی حالی خکیرت هر چه نیتش کود یا ایجادت به نبرون نال من محال که تبا سوت دوزم خوب توین از نور مبارک توم گه نور زوگ تد محبت توم زوگ خو تد بعد توم رمو جوی خو که مب توفتش وست بریم وزد چه سف کرمی جو تنه باردیم بریم. گاه در تفتیش گاه در جستجوی یا حالی گویان گهی در گفتگوی. گاه تعفس می نمود گاهی تلاش گاهی حیران بود گاه گردن خراش. می شدی بر روی دریاگاه بدشت جمله ای ارکان دورا را بگشت. خب تا ماش نقل چودت بین تیده هر جوی که خواجه خضر چه فریب چوکتی که کودکی که نور مبارک مرتضی حالی یمن دیزگه جوی نبود دیر زور ببروده تا یادن دیرید چون چفکی ناله ارچون دل خراش صدخو موت صدخو قین صدخو خفاز ارچون دی چفکو هر جوی چفکو چون در روز دل چود چون در رو به درگاه خداوند چوی جاد کنه بردار از مرتضی حالی برده مانده شده از بس که در ارسوش تو یک نشان نشای در یادل نیا. بله کران ارا کودک در شکل کودک خودشو هر چندی که خواجه خضر چه جاکتت هر چندی پخته تو ارا سر داشتت سارا هر چند چش کودی جات ببرده و نبرد. خیمه هرمان سایی سایل کشید بر آسایش زمان آرمید. بعد نال دیدن دریای خو خود دیدن سارا خو جات نبرد و خو موت صد خو بعد خو زورق خو کشتیه از دریا درون اندیر زواز خود دوستی که در استراحت صد خدا بدون. درد دل با حضرتی الیاس گفت کرد زایره پیش او راضی نهاد. بعد نال دیگر که هلاج نسد خود ماشم که اجد حضرت الیاس یونس پیغمبر دریا درون دی نال ویر یگانه ارای که دم پود گرید ده حضرت الیاس دید دیگر که خود سر پنون چیدو نبرد و خود روز تا برلو نال دست که سرت دست که معنی تردم گرفته او پس شناور گشت
الیاسی گزین تا بیابد گوهری سلطان دین. غطه زده در بار ما چالاک چست، گوهری سلطان اعظم را بجاست. حضرت الیاس دیر نال خو سرت سودو له خو یومس دریا درون دی سود خو هر چند تگرم دریا سوار داد یک به نور مبارک یک به کودک خود یومس به نبری. زورقی الیاس شد سایل نشین، بیشتر شد خواجه را غم دل نشین. خوجه خضر یگانه همید کد بود الیاس تم برید ارچند یوگم از دریا درون اندوی کود خو یا ترقاق نه روزو ببین کودک اندی به درک جات کنه بری. و پس بدایی حضرت الیاس کرد، جستجویی بهترین ناس کرد. بار دیگر لطف مشکوفی شتافت، خویش را از ماندنی رنجور یافت. بعد یک بارگمز خوات در خودش خو هر جا گیت سوار داشت بوده اما لب رنجورت لب موت تا لب قین سد. ورد جانش کرده این وردی جلی، یا حلی و یا حلی و یا حلی. تایری بشکسته بالم یا حلی، یا حلی بینگر به حالم یا حلی. دیگه این لوج بندنی کم آدم و مسپوک و ماش فروخن دیر خوارو استو وقتی منوتن جام قینه سولین 90 کد 93 94 سبود فقط هم نموز خون سد فقط تصبر ماشه بکت هر بیتام ذکر چی استاگ نه موشی ماشم بود نه خونه ماشم بود نه لق ماشم بود وزم خوبت کالگویت وقت خلیفگی کوزه چو یک کاستوم برو خاطر هم 12 خون چه بود هو هم تاج دید استای ماشین دور پول دور خود سوار تازه خود دیستای فوکس ماشین سوت خود استای هم رنو تنگین دو ید مس خوب که کود خو که خوجه خزد ماشر تلف تر دجا خود تر مجا خود تر یگونا فند لی خود درف زورگ سدنال یا خلی درف ذکر سد تو خوبت دو مشکل کشو هر چیز سبت خوبت یوردم موکه تو مهم تو چه چیزم نوارد تو برادو گشتم هر سو و باد و چشمی اشک بار، ناگهان از قدرتی پروردگار. دیگه این لوج دست خود دو ذکر گای چود خود چشمه و نشک بار درو نیو سوک سد زورگی چودت نیو ده بدرگاه یا مرتضا حلی خوبت ناله ما مشکل حسین کوست نواردیم به تو چیز. در حضورش بوستانی جلوه کرد، روی بخشاهی گلستان جلوه کرد. تاج گل شاخیش انشایی بسر، در خروشش تاج افشان کرده زر. گل رو خش خوده انا بندان شده، غنچه ها با یک دگر خندان شده. بعد بدون زورگه بدرگاه خداوند چودت در ناله در گریه در زور داده تا نال تماشا چودت توج صاحب توج مبارکت با چوب کنه هر چه هست با زیر زور بر آرسته ستاد تا به پراند نمودار شد. گل رو خوش خوده انا بندان شده، گل رو خوش خوده انا بندان شده، غنچه آبا یک دگر خندان شده. گفت با گل اندلیبی نغمه ساز، عشق بازم عشق بازم عشق باز. عشق من عشقی جمالی حیدر است، نور او عکسی جمالی حیدر است.
بعدی که من ده ناله وزو مرای دست نور مبارک ده هر چای عاشق مو بدد هر چای قنات مشکیتد هر چای مفرمون دما ارشاد سازست وزم فقط وقتی که بخته یک بنولاد بگریات بزورت دود از دل جونت یورب شده تا یو به پروند پیداست ناله وزو میکن نور حیدر ده وزم نور تو خیلی دیگه لال عجامی لبت اردم بکف انتظاری شبق سلطانی نجب دلکشا باغیچه بوستانی بیشت سر به سر گل آی او انبر سرشت شد روان آگاه بر حوضی رسید همچو کوثر دلکشا حوضی بدید آب او از آب حیوان صاف تر جاری جاری بر چمن اشک القمر شد لبی حوضی نشسته تشنکم گفته بر دل کاش آذر بود جام و ذره‌ای زنها به هاشا میدمی بار دیگر زندگی میکردمی حضرت خوجه خضر دیگه خوب خکود خب بعد نالیت ترا تماشا چود خب بعد چوک تده یه آب زده و من نالک و حوزند و خطم دیر و صفت چیده و حچت نبود تمام خطم نالقال هولم تسوین چی دیسک توزا خطت دیسک صوفت شفاف خطم اچت نمیش و هم گردک مسفوک نال گلت گلزور سر بهترین ده نال چلو دین آب بیخ ممکنی کم بید یکم هم مسیحت خود تر نولان که بید کوش که یه جو میکودم بید کوش که یه جوگا کودم بید خو بودم کردم توزا خطن یک برگ پروکس خو همر جو بدونیم دروگ جتا یک از من مشکل درون دم نختوجه او خضر بردل این چونی میگفت رازه ناگهان از عوض دستی شد دراز بود باوی جام زرین پر ذهاب خواجه را از غیب آمد خطاب که جنابی با وفای تیزوش تشنه‌ای از جام ما آبی بنوش یکی ندی شیتی روایت ده نالا روی که خط درون دیر نالا دوست نختود خو بعد یه جام خط داشت جام زرینند خو نالا تود لب تفنا یک بورس مقدرتن برس ماشم خود سیم قد دوین 93 94 سال دامی یک ده سر مشکلی بیگردگت قینر ده 400 ده لودم بغیر تیار فقط پوند خیل چسته تا یامتش ماشته بارو لودم بغیر تا هیچ که ماش نبرم تا یه دست پیدا شد دست امام خو بعد بود یوگ جت خوب دت روغن ماش دیگه دست داغ شده ده ماش هم به درجه بلندترین به خود خو تمام است بجوم یکی دندین مزید لوف دیدی نال نولان چود قینی بینت خو بعد ارم غلی چیز گنویت تا لود نوگی که دندیر یه جوگای جوم بس خودم خط بروکس تا جوم زرین پیدا شد ارنگ ماش دی نومس اوسای یوگ جن زرین پیدا شد خو ماش هم ویفت سخود یه دیز گایم موم یو فوق وقت ماش قطه ماش دیگه مس روایت که دیجات ده ماش مس بود فوق وقت یو ده بیام به که جنابی با وفایی تیز هوش تشنه‌ای از جام ما آبی بنوش ای دست من دستی یاد الله هستین جام زرین جام آگاه هستین نه تو لبخک تو فناس و جتای کم دوست تر تو خط ساعت دیم دستی یاد الله دست خداونده نه تو از دم برس خدا اونجا تو تقنیت لب موت لب یا برگ از قدرت خداونده خبر کم
جم او بوی یک برگه تو خبر کنم ده نور خداوند قطعی چیزا دیک سینه ده دو نبود. خواجه گفت ای صاحبی این دسته های، صاحبی این آیا بو این جام می، رنج کن بر من قدیرانای خیش، ظاهرم گردان رخی زیبای خیش. دیده سر در نالان داد دیوم کسمز بروخ و ممز زوخت تا بزرگی دلو دیده نال یک برگه خود جمال مبارک مرده بیست اس فهم کم دست یدلوه دست خداونده تا یک برگه خود قد پرات بغیر کسم خودست دویست مرده وزم تو تلب درگیلت لب تشنای مزم تو بنیست خواست که تو برای دوله ای قد دل جویش برآمد چون ذهاب، در نشد آن لحظه یک موی جناب. یکم دل با خاصیت که دیگه دیگه لب زوگی چون نه که کتا یک گردکته تو کوزه که دم کتا نکتو نه دیدو در کتا یکی طور روی بخست تو که غالب میت خوب یعنی یه تانی چیزا دادی آره سال داد نیست تو بندش چوس که مانه دین عالم های نوری برآمد ناگهان، صاحبی تختی سلونی شد عیان. ای گشت ارسو با دو چشمی خون فشان، یا حالی قربت مرا گردید جان. گویم هم از در نولان سوی جمال مبارک وینت خو هر طرف نار خدا داد لود یا حلیمون مجا مثل وین نکتو ده وزم از دوار دو از قانون تو قدرت اردید دیگه جواب ده دوباره. یا وسیع الله یا اردم های ها، زان که مجورم ای سری خدا. نه لوزم لب ماجور لب حوجزم تو خیزن دیروزم ایده فهم تقیونت ده تون دیگه قدرت ده وسط توردی چیزت چیده و نوارد. یا حلیه برگو کجا بودی کجا، زان که من مجورم ای سری لو. گفته بودم در ایجابی خاص حق، وز ریاضی خلعت اخلاص حق. جام خاصی بندگی نوشیدم، خلعت پایندگی پوشیدم. بعد بود در زورگه بود یا مرتضی حلی تو کادند بود وزم از جم بندای تو تا خلقت انسانیتی وزم در تمام پر ایزکوره فوق وقتم در فرمان تو ثابت قدم تا قدرت تو مصفان تو فقط مرده تو کادند بود. ای گای بر روی تو ما داشتم، گای اندر دیده آجا داشتم. گای در گلزار جناتی نهیم، هر نفس از یاد اقمودم مقیم. ای چون مرا دادی به ذات الله قسم، آفتابی چهره من زد حلم. ناله دیدم مثل کود خو بعدم ناله سون درو خود موت شد خود رنجوره خو بعد ناله زود تو زالی رو نه تو زود خداونده خود قسم مدود خو. ای در حقیقت بعد از انتظار سری از دارا دگر کودک مخان. نه واسم بعد جاده دیده ایکو سر خداوند سوید یا کودک یاد ده. حضرت مولانا سلطان محمد شاه در سن 8 ساله امام شد یا حضرت عزیز امام در حالم ظاهر 80 ساله میشه. یعنی این سالت کودکیت پیره جوانی نیست و فوق وقت ماش بود خو امام روزگار دست که فهم آمده یه طرف تو کودکش که مال ایده واسه می چیزات نبین چیدن ما شو مس بغله و ماش مثال دست که فکر خطا آدم لو دیرو خو مولا دیدو رایت لود ماش خوشته به ماش چت نبین به نور مبارک ارمید ار روز ماش خطه
هر کور نیک ماش سکنم یو ماش وین در کور بر سکنم وین ماش اسبت تری جو جو خودم مردم انا میگه نه خوجه خیلی طلب ناره تو دیگه کودک مافا یا حالی شجاعی را ببین نطق اوالی شجاعی را ببین از کرم یارب با فریادم مرس چون ندارم غیر تو فریاد رس دوست تو را از کرم دل شاده کن بارغم آن از دلم آزادی کنه خلاصه ایدن مدعای که در قیانه نور مبارک امیکا ماش قطعه ماش هم بعد بود فقط به وقتی که ماش در ظاهر و نف کرامت ماش به وقتی کرامت امام روزگار خواب تو میت ماش قطعه دیجاد ماش لب مویی میده هر یک فرمونی بزیکتو خصوصا در برشته سید ماش مولو یاد خود دنیاش جنور جشن الموسی مولو یک تیاره کی ماش جشن الموسی مولو چیز تیاره سر پرو تیاره کوی ده هر چیز فرمونه نام غل ماش من سن از اوش کبیف سر پرو زیزان هر چیزی ماش سرف کینت کبرت غیبتت هر جنجولت مواد مخدرات هر چیز قد مولو لب بدسه ماش یک از به خودر کنم یک شب و جو جوانک ماشن مولو قده بین جشن الموسی از پروتا ماش بشکرم خکرم خو دو تا یه روزیات خو تو سیم قدیمی تده ماشن استاد در نوش نوید تو خداوندا تو ندانی گناهی به عدد دارم خداوندا تو میدانی زهاول داره آدم بودم با دنیا کرده موجودم شدم مغمور آسودم خداوندا تو میدانی شدم در خواب در غفلت نکردم یک زمان طاعت خداوندو تو میدانی راست و قبول کردم با گورستان ندیدم روی همجنسان با خوابم جملگی یکسان خداوندا تو میدانی شدم در فکر در حیرت شراب نگرفتنم یه برد منم بدبخت بس فطرت خداوندا تو میدانی گرفتم دامنی تو یا
رها کردم رایی حکبا بماندم وابه مولا خداوندا تو میدانی رها کردم رای رمانه گرفتم دامنی شیطانه خلاصیده تو ای سلطان خداوندا تو میدانی خسته بمارم با هر صد گناه دارم خداوندا تو میدانی با دنیا گشتم مایله نکردم فایده حاصله زمرگی شده خودم غافل خداوندا تو میدانی گشتم موجوده تو دانی فعل من این بوده پشیمانی ندارد سود خداوندا تو میدانی با دنیا گشتم مرا نکردم طاعت و توبه سفلی خیشه شرمنده خداوندا تو میدانی نکردم توبه و طاعت سرم در پیشه از خجرت ببخشا جرمه از رحمت خداوندا تو میدانی نکردم توبه استغفار ببخشیا ای دری قرار خداوندا تو میدانی دو روزه عمره کردم باده نکردم جامعی را یاد ندیدم خاطری خود شاد خداوندا تو میدانی دو چشمی باطنم شد کوره با دنیا گشتم مغموره یه شدم از آخرت چون دور خداوندا تو میدانی
خود شدم حیران ببخشا جرمه از سلطان خداوندا تو میدانی بسینه درد دارم همیشه خسته بیمارم با ارموسده گناه دارم خداوندا تو میدانی به هر لحظه گناه کردم با جانی خود جفا کردم خطا کردم خداوندا تو میدانی گناهم گشته ریگستانه زفلی خود شدم حیران ببخشا جرمه از سلطان خداوندا تو میدانی بله استاد بله با خود اشاف دور حسرت چرا نگرفته هم عبرت که از فردا کنی رحمت خداوندا تو میدانی منزه هر خطا
بنده پروره قیم کبریا با لطف خیش برمس موضوع کیمیا دارم روزه شب داره از چشم التجا یا رب و فضل خیش بکن حاجتم روا وقف الانام به فضل قیاسام آدم شایه رسول خط مرسلین از انبیا گزیدن از خلق بهترین او پیشوای معرکه‌ای روز واپسی با لطف خیش جانبه نوتوان ببی یا رب فضل خیش بکن حاجتم روا فغفر غنام بفضل قیاسام آدم شمن آمدنی لطافه آشم من شمن باشم با نام اون که حسین و یکی حسین یه خواهیم روز حشر یا رب فضل خیش بکن حاجتم روا فخر الغنام بفضل قیاسام آدم امام الدین آر روان رای سراپرده یقین استند بر ضمیر اما واقفی مبین دستی من است دامن اولاد طیبین یا رب فضل خیش بکن حاجتم روا فخر الغنام بفضل قیاسام آدم
محشر در آورم یا رب فضل خشت بکن حاجتم روا یه فقر غنا به فضل که یا سامق من به ارمقام شاید برم چه روزه اریا کنم سلام بعد از هزار در 90 شد تمام توفیق داده در شب جمعه مرای امام فضل خیش بکن حاجتم روا فقف الانام به فضل که یا سامق یا رب یا رب گلی گلبنی چمن آمدنی لطافت آشم انجمن باشم به نام آنکه حسین یکی حسین خواهیم روز نشر بگیرند دست من یا رب فضل خیش بکن حاجتم روا پیامبر است بر جمله
و ذات نده او چو سرور است او در ارض و کون افسر افسر کنه علی حتی شجاعت اما ترسون ایدر است خورشید مال گردونه از خود ایدر است یعنی خارجی ببیکه فرمان ایدر است این جواری موید که من میمان ایدر است او میمانی تو کون با ما شریک من علی شود میکند لطف و کرم گردد شعان شدشت پر از غاب همچو من ریزده به نای تارم گردون نگر به من از نو به نای تارم دیگر کنم علی کفار را شکوره آهم بدم کشد نگذار دو که شوه مولا ستم کشد در روز مشره عیده از سرد قدم کشد تغیی دو سر حواله و کافر کنم علی
موی بحلی را با دوزخ چکار بله که او را پناه است پروردگار Hij is automatisch, خوش لا ما عشان ده بس انا تليت وشيز وكذا اجل ده في نوده بقنا هي لين تشيزي كل لا خلاص اذا نوصل والله ما كده خدنا بورو Parvosa toda vida nevest. Parvosa toda vida nevest. Hjälper strijkelen daar, tjus maar. یک نفس بدین کنم